ماشاءالله، بسیار خوشحالم که از بین میلیون ها نفرها شما همین نوار را دیده استاده اید و الله تعالی از بین هزاران یا میلیون ها نفر محض شما را انتخاب کرده این نوار را برایتان الله تعالی ارسال نمود، زیرا اینکه در نیت شما آمادگی به ماه شریف رمضان، بهترین ماه، بزرگترین ماه، مهمان عزیز الله وجود دارد. بیایید امروز درباره تیار شدن و آمادگی دیدن و پیشواز گرفتن ماه مبارک رمضان و بنده مؤمن حقیقی چی باید کرد کمی صحبت کنیم. برادر و خواهر عزیز، آیا بار فکر کرده اید که شاید این رمضان آخران رمضان ما و شما باشد و کی برای ما و شما کفالت داده میتواند که این رمضان بعد از سپری شدن باز رمضان های دیگر الله تعالی ما و شما را زنده می‌دارد یا باقی میمانیم یا باقی نمیمانیم در این دنیا. شاید بعضی نفرهای هستند که یک لحظه پیش از ماه شریف رمضان اجل آنها می‌بیاید و آنها از این دنیا به دنیای باقی رحلت میکنند. برادر و خواهر عزیز، پیش از در آمدن رمضان یک چند روزهای به شمار باقی مانده است. این لحظه های پرقیمت را یک بار فکر کنیم و نیت کنیم که پروردگارا، این رمضان من شاید آخران رمضان من باشد و آخران رمضان من بهترین رمضان من می شود. این رمضان را ما و شما باید با همین نیت پیشواز گیریم و با همین نیت شروع کنیم که این رمضان اولین رمضان من و شاید آخرین رمضان من باشد. دعا میکنیم که البته الله تعالی ما و شما را به رمضان‌های زیاد و زیاد برساند با طاعت و عبادت خودش، اما یگان نفر کفالت داده نمیتواند که ما و شما باز رمضان‌های دیگر میبیاید و طاعت و عبادت و از ثواب زیاد و از فضیلتی که الله تعالی محض در همین ماه مبارک برای بنده هایش درهای رحمت و مغفرتش را باز میکند از آن برخوردار میشویم. کی کفالت داده میتواند؟ بنابراین این رمضان نیت کنیم که اولین کار ما و شما نیت است. بله، نیت، زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که انما الاعمال بالنیه، همه عملها وابسته از نیت هستند. عمل مؤمن وابسته از نیتش است. وقتی ما و شما نیت ما و شما بزرگ می شود، ما و شما با یک تشنگی زیاد این ماه مبارک را پیشواز می گیریم، الله تعالی درهای رحمت و مغفرتش را برای ما و شما باز می کند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عملش است. وقتی نیت ما و شما بزرگ می شود، ثواب ما و شما بزرگ می شود وابسته از نیت ما و شما. بنابراین نیت کنیم که الله تعالی انشاءالله همین رمضان بهترین و افضل ترین رمضان من در عمرم و در حیاتم می شود. هر یک لحظه ها و هر یک ثانیه هایش رو انشاءالله غنیمت شماریده با طاعت و عبادت خودت و با ذکر خودت و با یاد خودت و با تلاوت قرآن و با نیکی کردن، صله رحم کردن، با پدر و مادر نیکویی کردن، با اهل و عائله نیکی کردن و به محتاجان و مسکین ها خیرات و دستگیری و دست درازی کردن. همه این نیت های نیک نیت ما و شما باید باشد. و دومین کار مهمه که بنده مؤمن پس از عملهای بزرگ و نیکش میکند این نقشه کشتن. تا اینکه همون نیت های بزرگ ما و شما عملی شود، ما و شما باید نقشه بکشیم کدام عملهای بزرگ را من در ماه شریف رمضان انجام میدهم. نیکی کردن، صله رحم کردن، نماز تراویح را ترک نکرده خواندن در مسجد و همچنین نماز تهجد خواندن پیش از سحری خوردن. لااقل 2 رکعت نماز تهجد، 2 رکعت نماز خالص از برای الله. این رمضان بهترین فرصت است. یا چنانه که هر سال تلاوت قرآن میکردیم، امسال یک عملی دیگر رو نیت کنیم که عملی بزرگ رو مثلا
ترجمه قرآن نیت کنیم و به نقشه گذاریم که نقشه کشیده. من هر روز پیش از کار رفتم یا پس از کار آمدن من چیکار میکنم؟ 1 ساعت ترجمه قرآن کریم را گرفته ترجمه قرآن را میخونم و از اول تا به آخر ترجمه کل قرآن را به ختم میرسانم. چون این نیت های بزرگ و عمل های بزرگ را ما باید به نقشه گیریم. اگر که ما نقشه نگرفتیم، پیش از رمضان تیاری ندیدیم، رمضان ما و شما چنانه که الله تعالی میگه ایام معدودات، روزهای به شمار است. برادران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بینیش خاکالود باد کسی که ماه شریف رمضان میبیاید و گناهانش مغفرت نمیشود. اگر ما این لحظه های مبارک را از حاضر تیاری دیده نقشه گرفته تیاری نبینیم، رمضان ما و شما برباد می رود و گناهان ما و شما مغفرت نمی شود. باز یک عمل بزرگی که ما و شما باید آن را به نقشه گیریم و در ماه شریف رمضان آن را عملی کنیم. این هم باشد ماه شریف رمضان را 2 بار روزه گرفتن. آیا می شود که ماه شریف رمضان را در 1 سال 2 مراتبه روزه گیریم؟ بله می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند که کسی اگر در ماه شریف رمضان یک بنده مؤمن را با 1 خرما افطار دهد، الله تعالی برای او ثواب همون روزه را می نویسد. در اجر شما هم شریک می شوید. یعنی هر روز وقتی ما روزه می گیریم همراه خود برای 1 نفر همسایه باشد، خویش و تبار، یگان نزدیکان باشد، یار و دوست باشد، اگر ما کوشش کرده 1 برده نان، 1 افطاری آماده کرده برای او دهیم، الله تعالی ماه شریف رمضان را برای ما و شما 2 مراتبه نوشته میگرداند. ببینید چقدر رمضان ثواب بزرگ دارد. اکنون تصور کنید که اینقدر ثواب بزرگ دوچند می شود برای ما و شما. باز یک عمل بزرگ دیگری که ما و شما باید پیش از رمضان آن را انجام دهیم این هم باشد برادر و خواهر عزیز، هر گناهی که ما و شما عادت کرده اید، هر یک انسان خواه نخواه آلوده یک گناه است، گرفتار به گناه است. برادر عزیز و خواهر عزیز، شاید یک گناهی کبیره بالای گردن تو مثل کوه همین خیلی بار شده گرفته است. این فرصت بزرگ برای ما و شما آمده ایستاده است. بس نیست. تنگی دل ما و شما بس نیست. پیش راه کاری ما و شما را همان گناه بسته ایستاده است. آیا بس نیست؟ رمضان های زیاد گذشته و رفته ایستاده است. روز و ماه هر یک این سالهایی که گذشته ایستاده است مثل ثانیه ها رفته ایستاده است. عمر ما و شما گذشته رفته ایستاده است. برادر عزیز، آیا آن گناه بزرگی که بالای ما و شما مثل یک خرسنگ یا مثل یک کوه وزنین بار شده گرفته است، این لحظه و این فرصت برای ما و شما آیا بهترین فرصت نیست برای از همون گناه بزرگ دست کشیدن؟ آن نفرایی که هر روز میگویید که وقتی نماز نمیخونید، آنهایی که بینماز هستند، آیا بس نیست؟ تا این لحظه بینماز بودی، آیا کفالت داده میتوانی که لحظه دیگر یا باز رمضان دیگر برای تو الله تعالی فرصت میدهد؟ آیا آن گناهی که تو با یک زن نامحرم میکردی بس نیست؟ آیا این رمضان مبارک برای ما و شما فرصت نیست که از این گناه وزنین، از آن گناهی که بجز الله تعالی یگان نفر خبر ندارد، تنها تو میدانی و الله میداند، همون گناه پنهانیه که قلب تو را روز از روز سیاه و تاریک و تنگ کرده ایستاده است، آیا این لحظه برایت یک فرصت بزرگ نیست که آن را ترک کنی و از آن دوری جویی گویی پروردگارا بس است یا الله، من به سوی تو با تمام قلبم روی میبیارم و این ماه مبارک الله تعالی درهای رحمتت رو برایم باز کن یا الله، تشنه رحمت تو هستم یا الله. الله این رمضان و این لحظه های مبارک رحمتت را از آسمان برای من و برای خانواده من یا الله مثل باران ها و مثل شرشره خودت بارش انداز یا الله. قلب ما و شما تشنه رحمت الله است. قلب ما و شما تشنه
مغفرت الله تعالی است و این ماه ماه رحمت و مغفرت است و ماه آزاده از عذاب جهنم است. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی این ماه مبارک را بهترین ماه برای ما و شما گرداند و همچنین باز یک عمل بزرگی که ما و شما حتما پیش از ماه شریف رمضان حاضر همون کار را نقشه گیریم و انجام دهیم. این هم باشد اگر یگان نفر را رنجانیده باشیم، اگر یگان نفر را ما و شما قهر کرده و بالاش غضب کرده و دل او را آزرده باشیم، این لحظه فرصت است برای ما و شما حق همان بنده را باید حلال کنیم. الله تعالی تمام گناهان را مغفرت میکند. الله تعالی وقت بنده شرک میکند و توبه میکند الله تعالی مغفرت میکند، اما حق بنده ها را الله تعالی بین بنده ها سپاریده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میدونید چی میگویند؟ پیامبر میگویند الله تعالی به تمام بندگانش گناهان آنها را مغفرت میکند الا المتخاصمین، مگر دو نفری که بین آنها قهر است، مگر دو نفری که بین آنها دشمنی و بدی و یک بدبینی و بغض کینه است. برای بنده مؤمن نمیزیبد و برای بنده مؤمن شایسته و سزاوار نیست که یک برادر ایمانی خودش را بگذار یگان سبب های دنیوی باشد، یگان چیزها باشد بگذار دخلانه کرده باشد، بگذار یگان رفتاری بد کرده باشد. این فرصت برای ما و شما است که حق آن بنده را حلال کنانیم. پدر است، مادر است، بسیار نفرهای هستند که پدر و مادر خود را سالها باز از احوال آنها باخبر نیستند، یا برادر و خواهران خود را، خویش و تبار خود را صله رحم کنده شده از سالها یا ماهها، یا یک برادر ایمانی که طول چندین سالها با او دوستی میکرد با یک سبب و کاری دنیویت امروز علاقه آن دو برادر کنده شده است. محبتی که خالص از برای الله گفته دعوا میکردن امروز با یک سبب اندک دنیویت یا مال دنیا یا کار دنیا بین آنها شیطان در آمده و بغض و کینه و عداوت را بین آنها پیدا کرده است. این لحظه و این فرصت برای ما و شما تا اینکه از همان بنده های نباشیم که چنانی که پیامبر گفتند الله تعالی میگوید انظروهما حتی یفیعا، آنها را گذارید به حالشان تا اینکه برگردند و صلح کنند و به سوی الله توبه کنند، تا ما و شما بین همدیگر مهر و محبت و الفت و برادری ما و شما خالص از برای الله نباشد و بین هم صلح نکنیم، الله تعالی ما و شما را نمیبخشد. بنابراین این لحظه را و این فرصت را غنیمت شمرده شخصا بنده از همین لحظه میگویم که برادران و خواهران عزیز و هر نفری که مرا شنیده ایستاده است، اگر روزی باشد که شما را رنجانیده باشم، اگر روزی باشد که با شما دغلانه مناسبت کرده باشم، هر نفری که باشد امروز بنده را شنیده ایستاده است، خالص از برای الله معذرت میخواهم و حق خود را از بنده حلال کنه. و هر یک بنده مؤمنی که در قلبش یک ذره ایمان وجود دارد برای او خالص از برای الله تعالی معذرت میخواهم و تا اینکه روز قیامت بین ما و شما یگان بدبینی و یگان کینه باقی نماند و الله تعالی روز قیامت بگوید که دست همدیگر را گیرید و به جنتی که پهنی آن وسیعی آن از زمین و آسمان وسیع‌تر و پهناورتر است با آن داخل شوید. الله تعالی را دعا کنیم که الله این ماه مبارک را برای ما و شما ماهی پرفیض بگرداند، ماهی رحمت و مغفرت بگرداند و الله تعالی پدران و مادران ما و شما را، فرزندان و نسل‌های ما و شما را از آتش جهنم آزاد بگرداند و از اهل جنت نوشته گرداند و ما و شما را به رمضان‌های زیاد الله تعالی نصیب گرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.